بالاخره هدفمون رو رها بکنیم تا بتونیم بهش برسیم، یا چارچشی حواسمون به هدف باشه تا بتونیم به دستش بیاریم. یه سری میگن باید هدفت رو رها بکنی، یه سری هم میگن باید دو دستی بچسبی بهش. بالاخره چی کار بکنیم؟ گیج شدیم. سلام، مهدی کاردان هستم و خیلی خوش اومدین به کانال آموزشی باور، ذهن و فرکانس. اگر به این مسائل علاقه‌مندی و دوست داری که با افزایش سطح فرکانست به هدفات برسی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. دیدی یه سری به همون میگن که هدفت رو رها بکن تا به اون هدف برسی، یه سری دیگه هم میگن نه، حواست به هدفت باشه، تمرکز کن روی هدفت، چارچشی حواست به هدفت باشه تا بهش برسی. بالاخره به کدوم ساز برقصیم؟ کدومش رو باور کنیم؟ کدومش رو انجام بدیم تا بتونیم به هدفهای بزرگمون برسیم؟ برای رسیدن به هدفهای بزرگ ما نیاز داریم که تلاش ذهنی و جسمی فراوون انجام بدیم تا به سطح هدفمون برسیم و اون رو به دست بیاریم. فرض کن یک نفر دوست داره قهرمان ورزشی بشه، مدال المپیک به دست بیاره. آیا میتونه یک گوشه بشینه و رها بکنه و به هدفش برسه؟ قطعا نه، نمیتونه. یا یه نفر دیگه میخواد یه شرکت $1,000,000 فوق‌العاده موفق بزنه. آیا میتونه رها بکنه و یه گوشه بشینه و توقع داشته باشه این شرکت به وجود بیاد؟ نه، باید تلاش بکنه، هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ جسمی یه سری اقدامات انجام بده تا به اون هدفش برسه. همه هدف ها همینطوری هن. همه هدف های بزرگ ما نیاز دارن که ما از لحاظ ذهنی خودمون رو ارتقا بدیم، باور و فرکانسمون رو افزایش بدیم و از فرصت هامون به شکل مادی و جسمی استفاده بکنیم تا بتونیم به اون هدف برسیم. پس بحث رها کردن چیه؟ چجوری باید رها بکنیم؟ اصلا باید رها بکنیم یا نه؟ دوستان، مرز بسیار باریکی بین بیخیالی و رها کردن وجود داره. ما یه هدفی رو برای خودمون تعیین میکنیم، با تمام وجود برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنیم. مثلا میخوایم شرکت بزنیم، میریم اصول کسب و کار رو یاد میگیریم، از پایه شرکت رو راه اندازی میکنیم، کارهایی که باید انجام بشه توی اون شرکت با اصول بیزینسی انجام میدیم تا به مرور زمان این شرکت رشد کنه. از طرفی هم خودمون رو از لحاظ ذهنی ارتقا میدیم تا سطح فرکانسمون به اون هدف برسه. یا کسی که میخواد قهرمان المپیک بشه، اولا باید از لحاظ ذهنی آمادگیش رو داشته باشه که قهرمان المپیک بشه. در کنارش باید از لحاظ تغذیه، از لحاظ تمرین، از لحاظ مربی، همه اینها کارهای درست رو انجام بده تا بتونه به اون سطح قهرمانی المپیک برسه. حالا همه این کارها رو انجام دادیم، همه تلاش‌های جسمیمون رو انجام دادیم و از لحاظ ذهنی هم سطح خودمون رو آوردیم بالا. آیا ایمان داریم به اون هدف میرسیم یا نه؟ اگر ایمان داشته باشیم که به اون هدف میرسیم، وقتی که تمام تلاش‌های خودمون رو انجام دادیم، بعدش نتیجه رو رها میکنیم. نتیجه رو رها میکنیم و منتظریم که به سمت ما حرکت بکنه. من موقعی میتونم فقط نتیجه رو رها بکنم که 100% ایمان داشته باشم که اون هدف به دست میاد، اون اتفاق خوبه برام رقم میخوره. اگر این ایمان قلبیه رو نداشته باشم چی کار میکنم؟ شروع میکنم به اضافه کاری، چون از ته دل مطمئن نیستم که اون هدف به دست میاد. تلاشم هم کردم ولی ایمان ندارم که هدف به دست میاد. شروع میکنم به اضافه کاری. اضافه کاری از چه فرکانسی میاد؟ از فرکانس ترس و وابستگی میاد. فرکانس ترس و وابستگی سطح ما رو میاره پایین و ما رو از هدفمون دور میکنه. پس رها کردن به معنای بیخیالی نیست. یه سری میان بد معنی میکنن این موضوع رو، میگن یه گوشه بشین فکر کن تا هدفت به دست بیاد. نه،
تلاشمون رو انجام میدیم، دست رو دست نمیذاریم، تلاشمون رو انجام میدیم، تمام تلاشمون رو هم انجام میدیم، چه از لحاظ ذهنی چه جسمی، و ایمان داریم که اون هدف به دست میاد. وقتی که تمام تلاشمون رو انجام دادیم، نتیجه رو رها میکنیم، با آرامش نتیجه رو رها میکنیم و مطمئنیم که نتیجه خوب برامون به دست میاد. پس از این به بعد ما قرار نتیجه رو رها بکنیم و ایمان داشته باشیم. قرار نیستش که بیخیال باشیم. خیلی ممنونم که به این ویدیو توجه کردید. امیدوارم که بهترین اتفاقها براتون بیفته. ایمان داشته باشید که میتونید به هدفهای بزرگ خودتون برسید. اگر ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید.